یک قسمی مهمی کلکسیای میراث خطی آثارخانه ملی تاجیکستان را آثار علمی و ادبی نابغگان ملت تاجیک، متفکران بزرگ ملت تاجیک تشکیل می دهد که البته قسمی از آنها در فاند مؤسسه نگهداری می شوند و قسمی زیادی آنها در تالارهای نمایشی به معرض تماشابینان گذاشته شدند که همه روزه از آنها تماشابینان وطنی و خارجی دیدن نموده از آثار گران ارزش نیاگان ما تاجیکان آگاهی پیدا میکنند و در میان این نسخه های دستنویس و چاپی سنگی یکی از نسخه های دستنویس با نام کتاب فواید و زیایای مولانا عبدالرحمن جامی می باشد که این کتاب با نام های شرح ملا یا شرح جامی نیز مشهور است و باید گفت که امروز نسخه دستنویس فواید و زیایای عبدالرحمن جامی در آثارخانه ملی تاجیکستان مخصوصا در گوشه علاهیده نمایشی به معرض تماشا گذاشته شده است و چگونه که ما میدونیم فواید و زیایای مولانا عبدالرحمن جامی یکی از اثرهای مشهور مولانا می باشد که در آخر عمر مولانا عبدالرحمن جامی انیقترش طبق سرچشمه های تاریخی 4 ماه قبل از وفات مولانا این اثر کتابت شده است و این اثر رو اصلا مولانا عبدالرحمن جامی به پسرش ضیاءالدین یوسف بخشیده است. موضوع اساسی کتاب فواید و زیایه این البته گراماتیک زبان عربی و یا صرف و نحو زبان عربی می باشد که بسیار هم در سطح بلند علمی یعنی کتابت شده است و این همچون کتاب درسی در بسیار از مدرسه های مشهور آسیای میانه محسوب می افت. اینجا چگونه که ما میبینیم این نسخه دستنویسی کتاب الفواید از زیایای مولانا عبدالرحمن جامی می باشد که در ابتدای عصر 19 از جانب کاتب بسیار هم با خط زیبا و خوانا کتابت شده است و این اثر به شکل مکمل این نسخه دستنویس از اول تا آخر باقی مانده است و همچون اثر نادر مولانا عبدالرحمن جامی محسوب می‌یابد که امروز در آثارخانه ملی تاجیکستان به معرض تماشابینان گذاشته شده است. البته باید گفت که این اثر در برابر این که یک آثار بسیار هم علمی تحقیقی نادر می باشد همزمان ارزش بلندی هنری و تاریخی نیز دارد که چگونه که می‌بینیم متن آن در قسمت مرکزی ورق کتابت شده است و در هر یک صفحه آن رکابه نویسی شده است و در یک سطر آن باشد از 15 تا 17 سطر کتابت شده است و همزمان در حواشی یعنی در قسمت های حواشی نسخه باشد شرح بعضی قواعد زبان عربی به شکل علاهیده با خط کمی خردتر کتابت شده است که این البته از هنر والای کتاب نویسی و کتاب آرایی کاتبان این دوره گواهی می دهد و البته می توان گفت که در برابر این باز دیگر آثار مولانا عبدالرحمن جامی نیز در آثارخانه ملی تاجیکستان به نمایش گذاشته شدند و همه روزه از این گوشه تماشابینان زیاد بازدید به عمل می‌آورند که این به واسطه برای تماشابینان وطنی و خارجی یک معلومات خیلی هم ضروری راجع به آثار علمی و ادبی بزرگان ملت تاجیک محسوب می‌یابد.